به نام آن که نامش بهترین نام هاست و یادش آرامی بخش قلب هاست. بعدن السلام علیکم دوستان عزیز و مهربانم. خواستم برایتان قصه جالب و بسیار تکان دهنده را بهرتان پیشکش نمایم. میگوید در دوره های پیش در یک مملکت پادشاهی بود. روز پادشاه بیمار می شود. یک درد پیدا می کند که دائم پیش برش می سوزد و بسیار عذاب می کشد. طبیب ها را دعوت می کنند تا که معالجه کنند، ولی افسوس یگان طبیب به درد او شفا یافتن نمی تواند. هرچند کوشش می کند ولی همه اش بی نتیجه است. پادشاه از دیگر دولت ها نیز طبیب های بهترین دنیا را دعوت می کند. طبیب های بزرگ هرچند کوشش می کنند ولی هیچ سود نیست. خلاصه یگان طبیب به درد شفا یافتن نمی تواند و یگان دارو مرهم درد پادشاه شده نمی تواند. بله دوستان عزیزم، واقعا شاعر همچی زیبایی گفته است که چو عضو به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. یک درد پیش بری انسان در کند یا که شما احساس بکنید که یک ناخون شما در بکند، تمام عضو بدن انسان درد فرا میگیرد. میگه عاقبت پادشاه امیدش را از زندگی ماند. افسوس میخورد که دولت و سولت را از دست می دهد و پادشاهیش نابود می شود. ناچار به مرگ راضی می شود. روز به درگاه پادشاه یک مرد می آید و به خدمتگارهای پادشاه می گوید که من درد پادشاه را می دانم، به من رخصت دهید تا که نزدش روم. خدمتگارها این خبر را به پادشاه می رسانند. پادشاه باشد پیشخند زده می گوید اینقدر طبیب های بزرگ تمام روی دنیا را جمع کردم، درد مرا نیافتند و این مرد می یابد. ناباورانه می گوید که اجازتش دهید در آید، کنی ببینیم چه عقیده داشته باشد. این مرد می در آید و در نزد پادشاه می شیند و دست پادشاه را در دست خود می ماند و می گوید پادشاه بزرگوار، شما باید خون یک جوان نابالغ را بخورید. پادشاه میگوید حیرت زده می شود. میگوید که آیا تو باوری داری که من با خون جوان نابالغ صحت می شوم؟ این مرد میگوید البته باوری دارم، لیکن به شرطی که جوان را من انتخاب می کنم. پادشاه میگوید این مشکل نیست، مرحمت تمام شهر را دور زن، کسی را که انتخاب کنی انتخاب کن. خلاص این مرد با همراهی خدمتگارهای پادشاه شهر را دور میزند. روزی با کوچه گذر میکنند که در حولی یک خانه بسیار کمبغلانه جوان بیل در دستش زمین را پابیل میکند. این مرد به طرف خدمتگارها می گوید این جوان را من انتخاب می کنم. خلاص پادشاه پدر و مادر این جوان را نزد خود دعوت می کند و از حال و احوال خودش بیان می کند و می گوید اگر من زنده مانم یک دولت کلان را اداره می کنم، ولی پسر شما حال خورد است. از زنده ماندن پسر شما زنده ماندن من اولاتر است. من به شما بر عوض این فرزندتان یک سبد طلا می دهم. می دونم این سبد طلا در پیش شما هیچ است، لیکن شما هم مرا فهمید. من به درد گرفتار شده ام که به جز خون فرزند شما دیگر هیچ دوایی نیست. این پدر و مادر
ناچار و ناعلاج سبد طلا را در عوض فرزند یگانه نور چشمانشان گرفته از دربار با آه و ناله با جگر بریان سوی خانه روان می شوند. جوان نابالغ در دربار پادشاه در صحن حولی و آسمان نگاه می کرد و میگه تبسم می کرد. نگاه می کرد و تبسم می کرد. این حالت را پادشاه نظارت می کند و حیرت زده می شود و این جوان را به نزد خود دعوت می کند. می گوید که ای جوان، من دیدم که تو به آسمان نگاه می کردی و می خندیدی، سبب در چیست؟ این جوان که گریه گلوگیرش کرده بود با چشمان گریان گفت امروز پدر و مادر من مرا در عوض طلا فروختند. قاضی و مفتیات برای کشتن من حکم برآوردند. خلاصه هیچ مانعی نیست. من به آسمان نگاه کردم و به خداوند مراجعت کردم که خدایا، تو شاهد بودی که همه بنده هایت برای کشتن من راضی هستند. تو که خدای منی، نخواد که کار کرده نتوانی. و سبب خنده من این بود. ای خداوند، تو هم راضی هستی برای کشتن من؟ پادشاه دیگر خودش را داشتن نتوانست. دلش از سخنان این جوان نابالغ خون شد و با چشمان گریان گفت ای جوان، بگذار که من میرم و تو زنده باشی. برو، تو آزادی. من از بحر مال و ملک و حتی از جان خود گذشتم. و این سخنان را گفتن برابر بیماری پادشاه نابود گشت. یک و یک بار سوختن پیش برش از درد ماند. پادشاه حیرت زده شد و به طرف مردی که این جوان را انتخاب کرده بود گفت ای مرد، من خون این جوان را ناخورده الکی دردم نیست شد، سبب در چیست؟ این مرد چی گفت؟ مرد گفت سبب در آن است که تو در حیات خود صدقه نکرده ای. زمانی که تو طلا را دادی و از بحر جان خود گذشتی، یعنی از صدق دل صدقه کردی، خداوند این درد را از تو گرفت. بله دوستان عزیزم، چنانه که میگویند صدقه رد بلا است. اینک رسیدیم به پایان قصه دیگر. دوستان عزیز، از یکایک شما خواهش کرده می شود. اولا میخواهم سپاسگزاری و منتداری خود را برای یکایک شما برسانم، برای که وقت قیمت خود را دریغ نمی دارید و قصه های ما را تا آخر گوش میکنید. از شما خواهش من این است که ویدیو را به دیگر دوستانتان بفرستید و فکرهای و عقیده های خود را در زیر ویدیو بنویسید و در حق بنده با دعا باشید. با شما بودم بنده عبدالله. یکایک شما را از برای الله پاک دوست می دارم. خدایا را مددگار ما و شما باشد. السلام علیکم. ای عشق آهسته بریز که غم زیاد است، ای شمع آهسته بسوز که شب دراز است. امروز کسی محرم اسرار کسی نیست، ما تجربه کردیم کسی یاری کسی نیست. هر مرد شتردار اویسی قرنی نیست، هر شیشه گل رنگ عقیقی یمنی، هر سنگ و گل گوهری نایاب نگردد، هر احمد و محمود رسولی مدنی نیست. بر مرده دلان پند مده خویش نیازار،
زیرا که ابو جهل مسلمان شدنی نیست، با مرد خدا پنجه افکن چون نمرود. این جسم خلیل است، این جسم خلیل است که آتش زدنی نیست. خوشنود نشو دشمن اگر کرد محبت، خندیدن جلاد ز شیرین سخنی نیست. خندیدن جلاد ز شیرین سخنی نیست. جایی که برادر به برادر نکند ره، جایی که برادر به برادر نکند ره، بیگانه برای تو برادر شدنی نیست. 100 بار اگر دایه به طفلی تو دهد شیر، غافل مشو ای دوست که مادر شدنی